اوکیه. سلام. خوبی؟ مرسی. خدا شکر. اسمت چیه؟ نگی. چند سالته؟ 22. خیلی عمل. خب بچه‌ها می‌خوایم بریم سراغ بازی که ببینیم هوشش چقدر IQش چقدره، یعنی بریم سوال. حالا بعد دوباره کات. بچه‌ها بریم ازشون سوال عمومی ازشون بپرسیم ببینیم که بلده جواب بده یا خیر. خب بریم سوال عمومی. بریم. سوال میگه که تعداد حلقه های المپیک چند تاست؟ میگم چقدر؟ 5 عدد، 6 عدد، 7 عدد یا 8 عدد؟ 8 تا 5 تا مطمئنی؟ 10 ثانیه بپرسم. 5 تا. بله درست. بچه ببینیم مرحله بعدی. این مرحله لوگو حدس بزنه ببینیم لوگوش چیه، آیا میشناسه یا نه. ببین آماده هستی؟ بله. حالا این لوگوش چیه؟ آمازونه از کجا فهمیدی؟ دیگه. آمازون. حالا خب این آسونه، البته یه سخت هم هست. این الان این چیه؟ این سپر هم مرد آمریکاییه. همین فیلم هست. جدی میفرمایی؟ نمیدونم. بابا لوگوه یه چیزی داره، یه اسمی داره. این رو کات کنی نه وایرال بشه. ادامه داره، ویدیو کات نمی کنیم که. این نمیدونم. واقعا نمیدونی؟ نه اینو نمیدونم. یه کم بیشتر دقت کن. اصلا ندیدمش تا حالا. خب این لوگوی تارگته. تارگت خب همونه دیگه. مرد نه این فرق داره، اسم خود لوگو باید بگیر. همون. میریم مرحله جذاب‌تر و اینه که باید صدای حیوانات در بیاره. خدا بس دیگه. فکر کنم که آماده نیستی نه؟ نه نه این دفعه چالشه. تصویر الان اینجا میبینی بعد صداشو در بیاری. هاپ. نه صدا سگ چجوریه؟ هاپ چرا میگی؟ اگه درست صدا رو ادا در بیاری 1 تا 10 بهت امتیاز میدم. خب من 1 امتیازم تو این خیلی نیستم. هاپ. برو من میخوام عالی بهت بدم. هاپ. من 4 بهش میدم، 5 بهش میدم. میریم مرحله بعدی. موزیک براش میارم که ببینه حدس بزنه خواننده‌اش کیه. آماده هستیم؟ رضا طلیسچی پاغر. درست گفت دیگه. اگر این ویدیو پخش بشه یه لایک نشون بده. نفر بعد یه شرکت کننده تشریف آوردم و اسمتون چیه؟ فرنوش. چه اسم زیبایی. این چالش سوالات عمومیه. البته یه سوال ازتون میپرسم شما میتونید جواب بدید. نوشته که چند درصد بدن انسان آب تشکیل میدهد؟ 30%، 40%، 50% یا 60%؟ هیچ کدام. یه گزینه بعد انتخاب میکنه. یه 10 ثانیه بهت فرصت میدم. چند؟ 60. از کجا فهمیدید؟ میدونم. بله درسته، آفرین. فکر کنم اون پشت صحنه دارن راهنمایی. سوالش بعدی بعد ببینه لوگو رو حدس بزنه. میتونی لوگو رو حدس بزنی یا نه؟ نمیدونم بعد ببینم. خب به نظرم خیلی سوال است. نایکی. بله درست. حالا یه لوگو هم سخت داریم. حالا این لوگوش چیه؟ اینو نمیدونم. حالا بیشتر فکر کن شاید بتونیم بگی. به نظرم خیلی باهوش میرسی. 2000 years later. نه اینو تا حالا ندیدم، یعنی آره. خب اینشون هم نتونست جواب بده. این لوگو چیزه تارگته. میدونستی نه؟ پس لوگو تارگته. خب خیلی شبیه همین هست که هدف میزنن و دقیقا. یه چالش بعدی شما باید موزیک براتون پخش میکنم که ببینید خواننده‌اش کیه.
الان کیه؟ محسن پاشایی. آفرین. خب چرا نمیگی واقعا؟ علاقه داریم به مرتضی پاشه یا نه؟ گفتم محسن. چرا؟ اسمش رو اشتباه گفتم. نه درست گفتی مرتضی پاشه. حالا ویدیو چک ببینیم. بعدم میاد ولی خب نه خیلی آهنگاشو. آره دیگه بازم سلیقه‌ایه به نظرم. دقیقاً. و یه چالش آخر خیلی جذابه و بعد ببینید که صدای حیوانات رو در بیارید. ببینم بلدید یا نه. چرا میخوانه همه؟ یه تصویر براتون میاره، میتونه صداشو در بیاره یا نه؟ من به نظر من میتونه. برام که تصویر خروسه یا مرغه؟ چی شد؟ خروسه. ببینم خروسه دیگه. خوغولی خوغو. عالی بود. آفرین. خیلی عالی بود. خب این ویدیو داره پخش میشه. اگه دوست داری یه لایک نشون بدید. خیلی ممنونم ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم که ویدیو لذت برده باشید و آره مرسی. اون یه بار دیگه صداتون نشنیدم. میگم انشالله بقیه هم لذت ببرن. فینیش. دست که نمیشه. نه دیگه تموم شد دیگه دست.